سلام برای وقت گاراژ، خوش اومدین به ویدیو جدید از کانال گاراژ. تو این ویدیو قراره بدونیم چرا برق به سرشم نمیرسه، چرا برق به شم نمیرسه. برق باید از این سیمه بیاد برسه به این تا جرقه بزن تا این روشن شه موتور. نه نورمال جرقه نمیده. سه حالت داره اگه سوخته باشه کار نمیکنه. یکی یا کوئل سوخته، یا ترانزیستور یا همین دیود خراب شده، یا سیمپیچ سوخته. الان اول میریم برای از کجا بدونیم سیمپیچ سوخته یا نه. سیمپیچ دو راه داره واسه فهمیدنش. یک، این پوسته رو باید باز کنین با این سیم سیاه. سیم سیاه بیاین قطع کنین، سیم سیاه با خط قرمز قطع میکنین. یه دستو میگیرین تحت این سیم، یه دستو میگیرین تحت پوسته. این دستی که تحت پوسته میشه اتصال، دست یک دیگه دست بگیرین. این دل که زدین دستتون جرقه زد یعنی این سالمه. اگه اینجوری نمیتونین میان چی کار میکنه؟ این سیم قطع میکنین تحت پیکاپ کش میخوره. پیکاپ همونه که کش میخوره اگه بدونین اینه. بعد تخت این میگیرین هندل میزنه، اگه دیدن داره جرقه میزنه کش میخوره یعنی سالمه. بعد همین ترانزیستور یا دیود این راکار نداره واسه فهمیدنش. تنها راهش اینه بیری از مکانیکی یه دونه دست دوم برداری امتحان کنید، دیدی کار کردی همینه. برای کوئل حدودا نمیسوزه، چون من تا حالا ندیدم کوئل بسوزه. بهترین کوئل نیم سوز میشه ولی سوختن نمیسوزه. حالا اگه سوخت یه شانس نداره، ولی کوئل حدودا نمیسوزه چون آرمان تا حالا نسوخته. فابریکی کوریزان فابریک یعنی فکر کن 10-20 سال روشه هنوز نسوخته، چون نمیسوزه. یا نیم سوز میشه یا سوختن نمیسوزه، مطمئن هم نمیسوزه. یا این سیمه که اومده اینجا واسه سیاه با خط زرد شاید این قطع شده باشه، این هم حتما نگاه کنید. امیدوارم ویدیو خوشتون بیاد. فعلا